ایردراپ لاست داکس توسط تیم نات کوین ساخته شده که اگه قرار باشه ایردراپ هایی سود خوبی بده، قطعا یکی از بهترین ایردراپ ها لاست داکس خواهد بود. خب با ورود اولین بار به این بازی، یک ربات دیگه به نام نات گیمز هم لانچ میشه. شما کافیه روی این لانچ کلیک کنید تا اسکواد خودتون رو مشخص کنید. اسکواد چی هست؟ اسکواد مربوط به اینه که شما یک تیم انتخاب کنید تا بتونید در آینده مزایای بیشتری داشته باشید. که من به اسکواد پایل دروف ملحق شدم تا از امتیازات اون استفاده کنم. خب تو اولین ورود به بازی شما یه آموزش میبینید که کافی روی کانتینیو کلیک کنید. از این به بعد به صورت روزانه کافیه که این بازی رو باز کنید و یه سری جایزه روزانه به شما داده میشه به نام دیلی گیفتس، اینجا هم نوشته. و وقتی که روی کانتینیو کلیک کنید وارد این بازی میشید. این بازی هر روز یک سوال رو به شما نشون میده و یکی از این 3 کارت رو شما باید انتخاب کنید. سوال هر روز میتونه یک سوال متفاوت باشه. سوال بالا به صورت بزرگ نوشته میشه و مثلا امروز گفته که به نظرتون کدوم یک از اینها لیدر خواهد بود و فردا ممکنه سوال یه چیز دیگه باشه، در مورد اکوسیستم باشه، در مورد محیط زیست باشه یا هر چیز دیگه. خب چیزی که این بازی رو خیلی یونیک و منحصر به فرد کرده اینه که جواب بازی نباید جوابی باشه که اکثر شرکت کننده ها انتخاب میکنن. یعنی چی؟ یعنی که یک گزینه رو اکثر افراد انتخاب میکنن، یک گزینه رو در واقع کمترین افراد انتخاب میکنن. شما نباید این دو گزینه رو بزنید، باید گزینه میانی رو در واقع پیدا کنید. حالا گزینه میانی رو چجوری باید پیدا کنید؟ خیلی 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 مربوط به حدس و گمان و شانسه. یعنی شما باید امروز یکی از این کارت ها رو انتخاب کنید. مثلا من برای مثال میخوام این کارت رو انتخاب کنم و هیچ منطقی هم پشت این داستان نیست. میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه. کافی روی دکمه کانفرم کلیک کنم تا رأی خودم رو ثبت کنم. خب قسمت های دیگه بازی رو هم یه سر بهش بزنیم. بعد از ورود به این بازی همونطور که بالا مشاهده میکنید یه جوین اسکواد نوشته شده که وقتی که روش کلیک کنید همون ربات نات گیمز بالا میاد که شما میتونید اسکواد ها رو اینجا ببینید و هر اسکوادی رو میخواید انتخاب کنید. که من قبلا به اسکواد پاول دروف جوین شدم و اینجا دیگه لیو نمیزنم و فقط کافی یه بار از بازی خارج بشم و وارد بشم اون خودش وارد اسکواد میشه. قسمت بعدی قسمت بونز هست که در واقع یک سواب و یک اکسچنج رو ساخته که به زودی قرار یه سری از امتیازات رو شما به توکن های این بازی تبدیل کنید و یه سری تسک اینجا برای شما قرار داده که حالا من براتون یه ادلیست درست کردم برای اینکه اگر ورود به این کانال ها براتون مشکل بود کافیه اون ادلیست تلگرام رو شما روش کلیک کنید تا وارد این کانال ها بشید و امتیاز رو از اینجا به دست بیارید. باز قسمت بعدی این بازی قسمت لیگز هست که جایگاه شما رو در اون امتیازات نشون میده و امتیاز هر کدوم از این پروفایل ها و تعداد برد هاشون. آخرین قسمت پروفایل هست که اطلاعات کاربری شما رو نشون میده و قسمت اولش یعنی پریویوس چویس که انتخاب های قبلی شما رو نشون میده اگر شما تا الان رأی داده باشید و آمار رو نشون میده. قسمت بعدی قسمت کانکت والت هست که اگر روی کانکت کلیک کنید صفحه رو مشابه ایردراپ های دیگه مشاهده میکنید که میتونید این ایردراپ رو به کیف خودتون متصل کنید. همچنین در قسمت بعدی مشاهده میکنید که نوشته شده که در 9 ساعت دیگه دوباره این رفرش میشه و اون 3 کارت آپدیت میشن و شما باید کارت جدید رو حدس بزنید. همچنین تو قسمت های پایین قسمت های جدیدی قرار اضافه بشه، قوانین رو نشون میده و موارد دیگه که خیلی کاربرد نداره. اگه دوست دارید هر روز با ایردراپ های جذاب و خفن آشنا بشید حتما پیج ما یعنی میهن سیگنال رو فالو کنید.